حقارت کردن مایلی اسکای مرا حقارت نه چی حقارتی میکنن بکنین برادرو نه که التماس هم برادر یگان چی نگه من داجیز همین روزیم برادر جون که همین اگر خداوند همین بگن که همین تر مقصد جون تا دانیت همین خزره میگن من در همین روزی مقصد بعد بسیاریاتون می نویسونن که فکر ماجرا را نمیکنین در عذاب باید یک همین دپتات بود کی بود همه کارگری دولت بود ما دیستود اگر ما دیستود من خیلی چیکارن در پیش مادر استود مینا پامپرس قطعی نه پامپرس قطعی برادر اینا تماشا کن برادر که مادر برای ختم مادر خبر برادر مثال سلام علیکم برادر جانای ما چی خیلی میبینین این ما در پیش همی اوچه جان قرار داریم انا برادر جانو خواهش میکنم ویدیوی مرا تا آخر تماشا کنین کدامید که میتونین انا لایک بمونه که این ویدیو پنج شوه کامنتاری خوب نویسونه همین کامنتاری شما هم سبب میشه که ویدیو پنج شوه هم لایک تون سبب میشه کدامید میتونه واتساپ دا دیگه یارو دوستانتون دا پدلیت کنین انا خواهش میکنم ویدیو را تا آخر تماشا کنین کدامی نباشه حالا ببینه به خدا رحمش میاد راست همین برادر وقتی مرا چند روز شدین از شاهد خودش مرا چی داره بیا اکا جان در همین وضعیت خوزی همش با خودش پرا کدام میفهمونه خب ما مجبور مثال هستیم چه خیلی ما بگم نه بگم در این حالی اوچه جان دیده من نیام برادر رو خطونان هممون مادر داره میدونیم این چیزا برای هم برادر جانا دستگیری کنین برای الله انا لایک میمونه کامنتاری هم میکنه پدلیت هم میکنه کدام یوتیوب دارین اقلا ثواب شست وکنه همش هم یک ثواب خوش میشن شما هم ثواب ده خب برادر جانو از اینه برادر پرسان میشن چی فکر داره از خودش با همش هم میگه شما باید دقت گوش کنین برادر جانو اینجا لایک همونه برادر رو دوام شو از تماشا میکنه کدام که در این بابا جان میدیا پاتیسات سنا کدام برادر جانو حتما پاتیسات سکنین کانال دیمون کامنتاری ادامه مونه بابا جان میدیا ده او دائم بدرین دستگیری کنین ما فهموندم داو برا کی مثال اورا فقط برای افیر کردن فکرای همتون جواب دادن مثال سوال میتین جواب میتین با او خاطر کانال دیمون کامنتار ادامه مونم بدرین دستگیری کنین بازی اکر سوال میتیم بعد دقت گوش کنین برادر جانو برادر جان کو امی پاتیشکو دمه فهموندین سلام علیکم پاتیشوی بابا جون میدیا هم اساس سوزین خوبه سلامتی و خوبه برادر اهل اسلام همین برادرمو خیلی چند قشید گفتیم که بیا یک نور کنه احوال نه مادر مقصد این مادر طولی 3 سال میشه که این جوگا خواه خیلی یک آدم قطعی مقصد یک فرزند قطعی قینه از شما خواهش میکنم از برای الله کدامت که دستت میرسه مقصد با کمک شما نیاز داریم برادر و اپا و خواهرای دست بخیر هستین الله مهربان همه تا نگهبان باشه این احوال مادر که عورت که نشون و همین پاش چوش همش کف دیگه استوغون دیگه که از شما خواهش میکنم یک فرزند هستم مقصد یک یودم کنه مادر مهربان با یک بیمارخونه یک چی برای مقصد نشون میتین من اگه خودم کار کردن نمیتونم یک خیلی دست مثال خیلی مینویسین گپوی قبه مینویسین گپوی بزیب گپ میزنین مثال من مادر تنها موندن نمیتونم اگه مادر خیلی که برای همه ما و شما مادر برادر و اپا و خواهرایی که هستین تماشا میکنین مقصد های کدام که زورت نمیرسه مثل لایک مونی مثل یک دعا کنین در حق مادر خداوند و یگان دشمن خیلی مقصد در چیو نغلطونه از شما خواهش احترام نما میکنم برادرها کدام این ویدیو را تماشا میکنین یادم کنین از برای الله مهربان این مادر مهربان اکنین این برای همه ما مادر این برادر خیلی چند قشی زورا کردیم که این برادر بیاید مقصد نمی اول در جنون خوردن هم نیسته اگه من کار کردم برای که نمیتونم مادر یک خودش تا خیره مثال برداشتم در کارای مثال یک تاش اقا پیشا مینه پامپرس قطعی نه پامپرس قطعی برادر اینا تماشا کن برادر یعنی جوکسی هست در این جوگش شای برادر های اسلام همین حاجت خونش همین جوگش در این پامپرس قطعی اکوزی اگه عورت تا مثال دوی چیزش نیستن پاهوش چوش همین برای پاهوش همه شکاف شدگی از شما یک خواهش میکنم اپا و خواهرای عزیز اولا دعا میکنم در حق مردم غریب در حق مردم تاجیکستانی عزیز در حق مردمی که همین صاحب کارایی که تماشا میکنین چیزی که دستتونه از برای الله
نیاز به کمک شما داریم. اولش الله مهربان این برادر را سبب میکنه، ما شما را سبب میکنه، شما یک دستگیری میکنه، انشالله این ثوابش به شما به این برادر به همه میرسه انشالله. قدمی که مقصد این دستی به خیر انشالله خداوند بو برکت شتیه نگهبانش باشه پروردگار. های دیگه اکمن یختون تماشا دارین دیدین احوال یعنی چیه نکی ام برادرها اپا و خواهروی که هستین گپوی قبه ننویسین. مادرای مثال این درد هر یک چیه هم کسلیدار و کسلیدار میفهمه. اکمن یک فرزند مقصد خیلی ختون میدونین چی خیلی در این وقت زمان به مولخانه این همی که خیلی ندیده سینه که ختون نکی اکوای مثال کار باشه برای روزگار باشه عربه کشی های لبوی کار مقصد میکنم که مادر تنها مونده رفته نمیتونم برادر رو خیلی بیماره که نگه نه گب بزنن نه هیچی مقصد این دیده سین خیلی نبو برادر ختونم با بجومی بده دیده سین این هم خیلی اکای با بجوم خیلی با خیلی خب برادر جانا خیلی دیدین که هم برادر چقدر زورت میوید که دنوار ببروی ایدگاه آدم ها خواهیش کنی. مثال همه میدونم حال میگن که همه پرابلم دارم، من میدونم همه برادر رو پرابلم من ندارم، همه پرابلم دارم. مثال پرابلم همه داره نه که تو چقدر زورت میوید که دنوار ببروی خواهیش کنی آدم. نه چه خیلی که همی برادر خودش فهمون یک بچه مثال اوزی نمیتونه که همی اوچجون پرت و بروی یک جو کار کنه. همین میتونست اگر هیچ وقت مرا یکمش زنگ نمیزد که برادر بیو مرا نوار کرد. این چیز شما هم باید بفهمین برادر رو. بعد بسیاریاتون می نویسونن که فکر موجرو را نمیکنین در عذاب باید نگه کنین برادر رو. خودتون شاهدین که اولش خدا من نوارای پیش ای پرابلم هایی که شیده بود من ها میگفتم برادرای مهاجر کمک کنین نه که بعدی که نمتری پرابلم ها شید مهاجرو را من میدونم الله همش نگهبان باشه. فرق نداره در روسیه بیرون روسیه دیگه دولت بوده همشه همین مردمی تاجیک چی در تاجیکستان چی بیرون تاجیکستان خداوند همتون نگهبان باشه. ما هیچ چیز از این نیست. ما هم میدونیم مهاجرا در عذاب نه که برادر جان همین شما دیدین که من یگان نوارم در نمیگم که برادرای مهاجر کمک کنین. مثال من میگم برادر جانای دست به خیر برادر جانایی که خیر میکنین من انواع مراجعت میکنم خیر کننده هست آدمای نفرای هست برادرها که مقصد تجارت کاره صاحب کاره یگان جا کار بگیم بیزنس داره شاید که الله ما را سبب کنه ویدیو ما را که اما ببینه و یک بگیم که چی میگم فطری روزه یک چی میگم امی زکات مال شه در امی اوچجان چی میکنه امی شفا میوه. خودتون میدونین که برادرها خواهش میکنم نگین که ایت مهاجرا را روز نمیتی ما در حقشون همه وقت بگویم برادرها. خداوند اکرم مردم مهاجر نگهبان باشه. این آفتایی کشیده بود پروردگار را دعا میکنیم که خداوند مشکلی همش آسان گردونه گذشتگیش را رحمت و مغفرت کنه. سلام را پیش پدر و مادر و وطن عزیز و پیش زن فرزندشون بر بگیرن. اللهم صل علی محمد و صلوات و کلمات برحمت الله. این خیلی برادر که بسیارشون ما کامنت ها میبینم میگه شما شرم نمیدونین که مهاجرا در این حالت خدا را شکر مهاجرا همش در روسیه ای حالت نیست. خیلی کدامش تریتوری مسکو پد مسکو امستردام بگیم کانت پرابلم ای دیگه طرفاش در الحمدلله ما علاقه داریم خاطرشون سازن ان شاء الله. همین خیلی مثال که الله مهربانه که همین خیلی شده نمیشه دستگیری میکنن ان شاء الله که خداوند مادر دعا میکنن در حقشون مشکلشون آسان میکنه. این اکم هم ان شاء الله مرد بچه ان شاء الله که باید با پا خستیم ان شاء الله دست ما هم میرسه. یک برادر جان یک چیزه بعدی که همی اوچجون در همی جوگه دیدن در همی احوال دیدن اگر همی کمیتر دیگه بزر بنایسونه اما آدم خودش حس کنه که ازنا چه در بیناموس نیسته. این همی خد چیزه نه که من انشاءالله برادر باوری دارم که همی یگان چی گپی بزر نمیسونه کدومش یوردم که میتونه یوردم میکنه کدومش که میتونه لایک قطعی ویدیو را پهن میکنه یا یک کامنت خوب میکنه انشاءالله که اوچجون در این حالای انسان میفهمه ان شاء الله گپی به زب تو نمیگه میدونن که خود دیگه بچه یوزی نمیتونی و چجون پرتورتا یا جبرای کار کنی نباشه. این برادر خودش یوز اومدن میگه برادر ما میفورم که برام یا جو کار کنم همین تاجیکستان در الحمدلله کار پرای بگوی بکنم میگه پروست من نمیتونم از زمین اوچم در همینجا پرتون سر کرده بودم بگه بیام. این خیلی خودتون میدونین در چی وضعیت هست این بیرون چیکدن در کار هم پیش میکشن مثال
همین پیش گپ برادر همین پیشو میکنه داش میکنه نمیگه نمیوز مثال من یک خیلی اکا میگه فرزندش میشه میخوینده من اکا دل جگر و مقصد میسوزه وقتی که من مادرم نخیل مثال اکی مادر برای اختم مادری خیلی مادر برادرم مثال همه اون اپا و خواهروی که از تماشا میکنن همه اکنو میگم مومن برادری مومن است انشالله که این مادر فرزندش بسیار اینه انشالله پدپسش کوی که همش فرزندش فرزند مادر انشالله که باوری کامل است پروردگار رو باوری داریم که خداوند این مادر با انشالله بعضش کو برادر اهمیت داده باشی در کمی مثال ای خانواده من مثال اخورت میکنم مثال امی اوچای ما بودن اوچا میشه یا اوچای او رنگ مادر ایمده مادری تاجیکه اما باید فکر کنه او اوچای ما را نیست بیا اوچای خچه اخورت کرد خودش دم میرود برای همین برادر جانا خواهش میکنم نکنیم بعضش به خدا اگر هزار بار خواهش کنی خیلی که خدا هدایتش کنه توکلشون به خدا الان کدومید که امیر اوچا جون رنگ اوچای خطون میدونین نه برادر رنگ برادر خطون میدونین ای برای الله اینا کارتاشون آوازی میگیم تون ما همه نوارون میگم ما کارتای خدمت نمیمونم برادرو ما همو احتیاجمند میمونم کارتاش که امین بدونه در کارتاش چند سوم گذشتگی است اوزی ماشین بسیار برای چه بواری برومده مثال همین ویدیو میکنیم بعضی او بوارم برای که اوزی پرشیده نمتای سگالدکوی که میروان همین خیلی حالت تنوار میکنه میگیره من تشکیل در کارتای خچه میمونه برای همین ما حالت کامera ده امو صاحب چیزا میگم نمره کارت تا خدت بگو کد کارت تا خدت بگو همه شکی فقط نگن که تو کارتای خط موندگی ما روی اکران ده امو گفتگی خط میمونه برادر روز ماشینی که کارتای خچه میمونه سوم خودش میگیره من در 20 مراجعت میکنم میگم دیگه بلوگر نگفت میگه یک چند ترمی بچه یوش اومد نمیدونم دیگه سراغ نکرد سوم در خودش گذشت یک منم مای کردم مقصد ابرشت کردم مقصد سوم گفتن که قیم قسم و خیلی گفتم خیلی این مطلب مادر من خیلی مزمی اصلا دارم که مثال یک همی زندگی نبرم اینجا مثال اکی مادر مثال بونه کوارتیران تیم برادر اینجا بو خیلی رول زندگی بعد برادر امی سومی کوارتیر ده پرودکت ده اون روز ما در صورت اکی جای ای بشنیز برادر ها چیزی هست حقیقت هم میگم یه صورت روی کرد هم برادر غیر نان چای به خدا قسم میگم هیچ نیست گفت این همی حال داریم نه که همیشه دم شکر گفت مثال همی مجبوره ایران نمیفره رنگی ما تو یک اوقاتی سوز درست بخره نه که ایلاجی نیست که هم بیچاره ببره برای جو کار کنه میگم عروبه کشی فرق نداره روز چیه کاری قینه ما همه اینا موچه میکنم نه که ما در چخیل ما پرتون اوچه ما برم در یار ما گیشنگی در صبر میکنم اوچه ما نمیپرتون بعضی بیناموس هست و فرزندی بیناموس هست اوچهش کسل هم نباشه 100% هم باشه پدر مادرش هم میپرتوه میره دم بینه او روسکو را میگیره نتشه را این خیلی برادرو وقتی در مادر عذاب کشید انا باید این روز فرزند این خیلی ناموس کنه برش در بسته خداوند ایره ناموس داده بری اوچهش در راست ده اینا بستن خطون فکر کنه برادرو ناموس شده ده الله در بری اوچهش راست ده در جای خونه نه گیش نمیسته و نمیره و یکون جا که اوچه میجه توقع میسته بعد همون روز ما در صورت روی که این مثال نان چوی برادر ولی یک شبه در همون چی میمونمش چی میگن ویدیو در منتج در میمونم همون صورتی روی کبدی بعد شما این همین وضعیت در مثال قینه یکون کسی هست که مثال یا یوردن کنه شما پلی کوارتیر هم میتین یا کوارتیر صاحب همین خزایکه اینجا بگه که خیلی شما که ایجو کار نمیکنه مثال پلی کوارتیر ایموها را نتین یکون یوردم و یکون طرف هست شما در برادر اکی یوردم همین چیزی که همین اگه صاحب خونه چی نمیکنه مقصد با مادر میفهمیده همین صبر میکنه خداوند صبرش همین جام صاحب که کدومی که بینن هم یک چی مقصد یوردم میکنم روی بایش نیست مثلا هم صاحب که میبرون قبول کنه اینا کلفش در بیرون هم بیرونش میبرون اکویم اوه بعد بازم پوشه کنم فلان قضیه دیگه داد میده همه درمانده ها اینا می قبل میده جمی ولی قبل میره میگیریم جو داد میده مقصد خیالش کردن ولی با خدا کو در خش به حالت به نام الله کو ما فرزندو را دیدم که پدر مادر شدایی حال میپرتوین میرون همین تماشابینا خودشون هم همین چیز 100% دیدن در حیات میدونن هر فرزند به ناموس چیدن نمیتونه در این حالت در قناتی و چشم باشه برای
خواهش میکنم ایم جوانایی که هستن، یعنی مثل اپا و خواهرایی که هستن، برادرایی که هستن، پدر مادر دارین، احترام عزت کنین، حرمت عزت کنین و نو آفرین برادرایی که پدر مادر ندارن، مثل برای خداوند صبر طاقت. یک روز این مادر گرفتم، چی بودم اکم یک تماشا بودم، یک همین دپتر بود و یکی بود، همه کارگر دولت بود، اومد ایستاد، آقای اومد ایستاد، من خیلی چیکارم در پیش مادر ایستاد، گریه کرد و گفتم خدا چی گپ شد. بعد اومد گفت خیلی با خود اومده با اومد گفت مقصد کیه با ترک؟ من گفتم مادر من. گفت بعد گریه کرد، گفت برادر، گفت خوش به حالت، گفت همین آرزو را گفت من دارم که مادر من گفت نیست، گفت تای خوک، گفت اگر گفت همه خیلی نیتو دارم که هم خیلی گفت رنگ مادر تام باشه برمش مقصد هم خیلی توبات لیچنش کنم خیلی بگردونشه، یکی افسوس که در دنیای خداوند رحمت و مغفرت کنه. یک مرد که مثلا خیلی کلم سر گل است، حیات هم فهمیده ازش. او هم اومد گریه کرد پیش مادر. من خیلی خمام میگه نتونستم برادر، من خیلی گپای گفت سون گپای که میزنش کفود میکنه. اما را گفتن مقصد که جوانای حاضر هسته قطعی مادر مثل رنگ چون چالی گپ میزنه هست، دیدم که زندگی مادرش این هم در حیاتی خیلی شدم، الان همشه هدایت کنه با خیلی خیلی هست. حرکت کردن در کاری که هم پدر مادر روزی ادینو برام روزی برام که پدر خدا رحمت و مغفرت من گذشته شد خدا رحمت همین گذشته گور خداوند همش رحمت و مغفرت کنه. اینا که هزار میلیون است که برادر سخن مرا نشکستن خودی مقصد مسکوس که همدانی این مرادر نخست اومد مثال هزار رحمت مینا دورای خداوند مهربان مادرش شفای کامل تا پروردگار گذشته گوش رحمت مغفرت نه. این ما این موضوع هستیم. این مادر جون عزیز خود در حق همین فرزندایی که از تماشا میکنن یک دعاشون نمیکنیم. ماشاءالله. الله اکبر. یک برادر و اپا و خواهر عذری کلام نکرد کم ترگب نمیده. انشالله دعای میگم مادر در پیش دیل قطعی همونجا دعاش هم میکنه. مادر در پیش پروردگار به پرده میگن یکی غریبی یکی همین مادر میگن انشالله که بعد که یتیم یتیم. مادر جون خیلی تو نشناختی نه فرزند نشناختی؟ من فرزندتونم و چه جون شناختیش؟ در ما هم دعا که این خداوند گذشتگار تا رحمت بیا آمین که آمین. الله اکبر. ماشاءالله. انشالله برادر جانو اگر همین جایی که من شتگی گپ زدم من باور دارم بسیاریات باشم با خدا خطر چخیل بگم دیگه خیلی تصور میکنی حس میکنی خطر قپیدن هم میتونی برای که همون نوچه داریم چخیل من مثال فکر که از همین نوچه خودت باشه یک از گپی بزه بش بنویسنه اوجه خیلی آدم با عقل اوجه خودش میدونه یه چیز حس میکنه. برای همین خواهش یا برگه خواهش ما بعضی میگن که طلبنده ای چی کنش نما این چیز هم میبینم من میخوام برای اوچه جان طلبنده هم بشم تمام چیز بشم. حقارت کردن میلی اسکای مرا حقارت کنین چی حقارتی میکنین بکنین برادرو نه که التماس هم برادر یگان چی نگین چیزی میگین من راضی حقارت کنین انا این برادر یگان چی نگین برای که این حالی را من میدونم چی حال ده. شما اگر در نوار تماشا دارین من ریال میای پیش حال شدید هستم چیزی که من همین روزا میخرم میفرم نه برادر من بخرم اون چیزا فهمیدین. برای همین برادر جون خواهش میکنم با لایک بگیرین دستگیری کنین همین پنج شوه تا باز بناموسی که اوچه و اتای خچم میپرتویا میره آدم بیار چی را میگیره اون همون ببینن ناموسش بیاید حیات بفهمه. همین لایک مونی تو وقت نمیگیره برادر پدلیت کردن تو وقت نمیگیره برادر. ای همه در وقت میدونم قیمت ترین چیز وقت ای تو در کاری حرام صرفش میکنی. باز یک شرط نیست من در هر یک نوارم کنکورس هم مثال بیارم غیر کنکورس با پر کاری حرام میرین فویشه در بخدار سو میتینه نه حالتو در ناموس نمیکنین. بعضی همه در پر ایجا برادرای بناموس پر انشاءالله که بعضیش بخدا کو بعضی شما میدونم که من در بسیار مینویسم برادرایی که میگه کجان همه وقت با پیش هر یک ویدیو در ما کم بشم باشه کمک میکنم الله همه تخیرتون قبول کنه.
مثال بازش هست که باور میکنی برادر به نام خدا دجه این همی حالت هم میبینه رحم نمیکنه میره در فویشه به نام الله سوم صرف میکنه همی اوچه جان هم میبینه که ناموسی نداره که یک سوم همی در خیر کنه نه که با میگم تون چیزی که مثال ما میخرم الحمدلله زندگی ما سوزه ما در وجه ما سومی همی را فریب کنم بگیرم در حرام های با ما میگم تون کدامش برازگی داده گرفتم برادر رو گپی دروغ در کار نیست نه که والله بالله تعالی قسم میخرم تا نمیروزه من یگان چنه گفتم تا مرا نمی قسمم بده خود شایدنش چند بر اومده والله بالله نه که این برادر شاهده مرا چند بار گفته خودتون میدونین که قاعده کار ما همیه برادرها که ما در پروسه فراد مرا 100 چند نفر مراجعت کردن ما فرادم کنه به دوام رمی خیلی اول وضعیت ترایی که در چی حالی بعد میام وقتی همه اوچه جان رایی کرد من دیدم گفتم ابیزتن رفتن در کوی نه خود شاهده اون هم حاضر اینا با خوردیم این سحر روز دیدیمش اینا این برادرم اکمال در تلفن مثلا شتگی میخوام مثال مقصد نمیشناختم اکی انشالله یا من برادرم انشالله برادرم فرزند مادرم مثال مادر برای من مادر من بجز همین روزیم برادر جون که همین اگر خداوند همین بودن که همین کار مقصد جون تا دامید همین خزره میاره من در همین روزی مقصد که مادرم حقلا یک روز اینو چند روزی که نشسته هم با خودش بره و هم حاجت خونش بگرده یعنی اورد نمیدم هم روزی ندونه برادر برای چی میگه که من روزیم جون خدمت برای اوچام بتم برای که وقت شده اوچاش روزی بود که همین مادر جون که جونش برای این فرزندش بته قدم ایجاد مادرای ما میدون مادرها مرا بسیار تماشا میکنن تولد کردن خچون میدونن اگر کنت گروبی هم شوه از او بخچون میدونن میدونی که با جانت گفتی گپا کشتل با کشتل میکنی مرگ قطع رو برو میشه انا این روز فرزند تیاره که جان خچه برای اوچاش بته اوزی خیلی فرزند کنه تری میگن که انگوش شما را به حد کمه که این خیلی ناموس کنه برای اوچاش تا روزی شید که این هم رفیق دوره یک میشناختگی دوره زورش اومد مجبوره که ببروین خیلی گپ زنه که مرا کمک کنید خودم به ناموس باشه این همه قگه بست شد خب برادر جانا برای همین آخران خواهیشم بگیرین همین برادر دستگیری کنید این دشمن یگان تا شما نیست همچون برادر رنگ فرزندی پدر مادر داری کن رنگ فرزندی پدر مادر تای خب برادر جان امی کارتت با کدام نمر تای این نمر دست چنده ام نمر رو دتانولای 144 80 دشامستی پایواز کرده برادر یا برگه پرا تکرارش دتانول 144 80 هم دشامستی پایواز کرده واتساپ هم است زنگ اول زنگ نه ایول پرسیم بعد کدومی که مگافونه یا او مگافونه اینا کدومی میتونه برادرها اول زنگ بزنه بگو برادر جان همون کارتای خطای سوم گذشته سایر پرسون بشین بعد بپرتوین برای که آماده خیر کن بدونن ما کجا خیر کردیم ای برای خدا که خیر میکنن باید بدونن خب برادر انا می کوچه بر خودت تکرار کن کدش نه امبولورا 97 62 4 99 54 49 17 97 62 4 99 54 49 17 اینم دشنبه سیتی کورتی ملی به نام فامیل کی برادر؟ به نام فامیل اسماعیلوف علی خودجیویچ اسماعیلوف کاروچی اسماعیلوف علی خودجیویچ خب برادرها خیلی ندیدین ما هر یک آدمی نوار میکنم میگم شون که ماشینیکا هستن همون زنگ میزنه باروسی گپ میزنه متر 6000 کمک میکنیم همه چی کدی کارت بده اینا ما دامیجا در روشد هم ده بگم برادر که کدوم زنگ میزنه متر کمک کردیم بگو برادر بالای ویدیو دا ببینین کدی کارت هم هستای خب چی میگن نمره رقم تلفن هم هستای کمک کردنی همونجا کمک یگان انسان 4 رقمه کارت هم نته یکمش دیمش یکی 6 رقمه که اس ام اس میاد در سیم کارت او هم یگان کس نته بعضی آدم ماشینی که هست برادرها که زنگ میزنه اینامی ما گپ میزنه میگه بابا جان می پیشم ده میگم کد چابتا اگر ما خودم زنگ بزنم برادر خودم زنگ بزنم مرا کد نته ولی دیگرای طرف ما ده کد نته غیر خودت خدا کد تا هیچ کنا ندونه ما که زنگ بزنم ما ده نته اول با آدمی که اینو ما گپ میزنه یا طرف یگان انسان کد نته
انشالله چند سومی که امی برادر مونده جمع میشوه من نوار میکنم زبارش ده میگم نمی قسم برادر ده با دژ بالنسا باریش ده کای که میبره مرا زنگ میزنه میام امو حالت چند در کار باشه نوارتون میکنم که نوچه جونا ما برده استیم این ایداست ما امی خمیا برادر جونا خب امی برادرای خیر میکنه یک دواشون بته خیر و چجون در وضعیت یک دواشون بته برادر جان با امی ویدیو را جمع بست کنیم فراموش نکنیم اول یک بار امی را بفهمو چیه مقصد این همین داکومنت های اکای نه مثال این های تاموگراف این های رنگین شاید دیگه اجیت همین مقصد چی نبودن نه امکانیت نبودن نه میتوفته باشه اون کجلا استمرار نه خیلی نه این اینجاش کجلا این اینجا شکوفه کو نه این اینجا واسپالن جای رو خیلی بود شکر خدا اکو این تاموگراف این ماینه استر ایکو مقصد ماینه استر روزی نمیشناسم این هم سویچ ویب خیلیشون اوجت ها و کاغذ های همی بالنسته شد بالنسته دیگر رو سیگه این هم یا اونم خوب بوده این همی هم چی هایی بارسی نوشتگه تاموگراف چی این هم همش اوجت های همی هم مدر هم کسل هم مدر پارکیسون گفتن بعد همی بیاد سیگه گفتنی هستم که با خدا هم به الله مهربان قسم 24 روز در بالنسته خوب بودیم قطعه مدر قریب یک ماه خجل مادر خودم دارم پام پیش خودم علیش میکردم یا که مادر برای من اگه گناه شد اگهش پروردگار اگه دیگر رو هم نبود بعدی صفحه شایی که مقصد همی سوال دادم لورا که اگه وقتی که اگر گفت نباشه اون کس این مقصد اگه خیلی 100% مثل چی هم نیکی گفت ایم به هر حال اگه با مثل نگه عورت باشه خیلی که مادر رو خیلی که مثل این خیلی برادرها که بعضیش هست باور نمیکنه پروست عورت ممکن است عموما ممکنه اکنون میدونم هممون فرزندش میشیم نه که ما نمیتونیم که از نشان بدیم برای که تو پامپرس دارم مثال پامپرس خطیه اگه کمتر چی میشود که مثال ما کورپا را ارس کنیم شما در نشان تیم شکوفه تناش باور میکنیم هممون دا اوچه میشود مثال مادر نه که خیلی درست نمیشود که شاید دیگه ملت ها ما را تماشا کنه مثال برای همین نمیتونیم که کورپا را ریوز کنیم تناش همه شکوفه همین الله شاهد میدونه ما چی دروغ بگیم برای همین برادر جانا خواست برای الله کمک این دژ اوجت های همین کاغذای بالنسش هم نشون دادیم برادر جانا ای برای الله همین برادر کمک کنیم خب در کجای هستیم برادرها الله نگهبانتون همین برادر یک دعا بتاو نمایی که اوجه الک دکارتا خیر کردن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الهی همین هدیه قرآن کریم ربانی در حق برادرایی که تماشا میکنن خداوند مهربان گذشتگاه چه رحمت مغفرت این خیرایی که میکنن پروردگار خیراشون قبول بگردونی و دنیامون خداوند جنت بگردونی خداوند بوی جنت تباون نصیب کنی پروردگار مهربان. تمام مادرانی که بیمار هستند تمام پدران بیمار هستند خداوند آنها را شفای کامل نصیبشان گردونی پروردگارا. برادرایی که در غریبی هستند خداوند نگهبانشان باشی مشکلشون آسان گردانی. برادرایی که بی فرزند هستند پروردگار آنها را صاحب فرزند بگردانی. برادرایی که در ترمه هستند در زندان هستند آنها را خداوند صبر طاقت بیمار در بیمارخانه هستند شفای کامل نصیبشان گردانی خداوند. برادرها و پا و خواهرایی که مادرای عزیز تماشا میکنن همین چرا همین کدومش که دست به خیرن خداوند خیرشون قبول مشکلشون آسان گردانی. اللهم صل علی محمد نبی و صلوات الله جمیع المؤمنات و صلوات. حق تمام مردم غریب دعاگو هستیم در حق تاجیکستان عزیز دعاگو هستیم که خداوند همه ما و نگهبان باشه مشکلی همه ما را آسان گردونه خداوند مادر مهربان شفای کامل نصیبش کنه.
الحمدلله جنات و صلات برحمتک الله اکبر. باور میکنم برادر همین جایی که میرفتیم یگون چرنگ این برادر بگیم چی نکرد ما خودم حیران موندم بخدا خوش به حالت سلامت خوش به حالت برادر این هوچه جان تربیه کرده فرزنده بخدا خیلی اکنون قرآن انشاءالله خداوند تمام برادرایی که مسلمان هستند و غریبی هستند برادرها از شما خواهش میکنیم گپای قبیل ننویسیم برادر. من اکنون چقدر مجبور شدگیم که برادر من میگم که همین جون و مادر مگن که میتیم سوز میشه من روزیم برادر او فرزند زن فرزند میشه مادر یافتن فرزند پدر مادر یافتن به نهایت قیمت. انشالله برادر جان این دوشنبه خودش 1,300,000 اهالی داره. انشالله نخواه 1.5 میلیون اهالی یکتش زنگ نزنن یا پرودوکت نگیرن نیاین یا یکتش اقلا دست خالی هم باشه نیاین یا چجون خبر نگیرن. انشالله رقم‌ها در زنگ میزنن میان انتهی اولی خونت پری آدم میشه. خود توقع نیست برادر اولی پری هستن که اولی زنگت میزنن انشالله میان خبرت میگیرن. خدا راضی باشه پرودوکت تانی میورن خیر در این وضعیت کار کنه میتونید همشه به خواستی الله میکنن انشالله برادر. انشالله خداوند. خب برادرو خیر ما هم رامون درازی بعد خود نوای همدانی میریم. حالا که ساعت ما در اوج 10:01 شد ساعت 10 شد اینا ما میده ببرویم رامون در بریم ابا بیاد خنه که بارانی های ما خود نوای همدانی میریم. خلاص همشه فهمیدین کدامی خیر کردن اینا جای خیر کنین اینا خودتون با چشمتون دیدین برادرو. باقی خانه آباد و سربلند باشین برادر جانا در هر جای باشین الله همه تا نگهبان باشه چی در مهاجرت چی در همین وطن عزیزمونیم انا الله همه تا نگهبان باشه در پناه خدا باشین.